سلام به همگی. خب امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب امروز میخوایم پارت سوم، یعنی پارت چهارم بازی مارس رو چیز کنیم، بریم. خب مثل همیشه 100 تا مرحله دیگه که این صدا شد صفر کنم. ای بابا ایو. خب بشین تونستم. ایو خب کشیده شدم تون چیز سیاه چاله. ای تو این پارت محل شیشی و الان محل 306 بودیم، بهتر بگم. خب معلومه که بیشتر میشه 34 و سخت دارم میشه. دوستان چت میگم توجه نکنید. خب داخل آها ای بشین خوبه. ای یو اوجی محله این زیره. من فکر کردم محله 318 است، ولی نگو محله 317 این زیره. من ندیدم. اوجی نیتونی کلک رشتی بزنی؟ نیشه بلشون. این محله 317 زدم تو خال. وی بشین خوبه. خب دوستان 20 مرحله رفتیم، تحمل کنید. من هر چقدر که شده دارم پارتا رو واسه تون کمتر میکنم دقیقشو، یعنی کمتر بشینید پای گوشی ویدیو همون نگاه کنید از پارتای این بازیه. خب آره، یعنی الان مثلا خب پارت اولش 28 دقیقه بود. خب ولی پارت سومش 16 دقیقه و 28 ثانیه بود. یا مثلا پارت دومش خب 16 و 30 خورده دقیقه بود. یعنی پارت اولش 28 دقیقه کلی، پارت دومش هم 16 دقیقه کلی، پارت سومش هم 16 دقیقه. منتها خب
پارت دوم 16 دقیقه و 30 خورده ثانیه بود. اون 16 دقیقه و 28 ثانیه بود. پارت سومیه کمتر بود خلاصه از پارت دومیه. تا اینجا که 34 مرحله رفتیم. دوستان یه لحظه صبر کنید. بشین 37. وی خب دوستان 40 مرحله تا اینجا رفتیم توی این پارت. الان شد 41. بازم از این درخت ها. ای بابا در حال ضبطیم. بله او ستان وی 52 یعنی 352 در واقع. خب داشتیم میرفتیم. کردم میشه کلک رسیدم. ولی فکر کنم به خاطر همین کلک رشتی هست یه ویدیو اتفاقا طولانی ترم میشه. البته من چون نمیتونم کلک رشتی بزنم اینو میگم. خب ولی اگه میتونستم که ویدیو یه خود سریعتر میشه. که خیلی حرف میزنم. این درخت هم باعثش میشن که مثلا ویدیو طولانی تر شد. درخت ها چتر ها. حالا تا به اینجا ما که درخت دیدیم فقط چتر دیگه تا به الان ندیدی. ترکیدم. میبینید به خاطر همینه که ویدیو طولانی تر میشه، چون 2 بار باید یه مرحله رو برم. تازه اگه از درخت و چترم اینجا استفاده نکنم، باز اگه بیشتر از یه بار برم بازم ویدیو طولانی تر میشه قطعا. دوستان اگه خواستید صدا رو صفر کنید که انقدر چرت و پرتای منو نشنوید،
یه دونه چتر. البته اینو گفتم که از گیم پلی بیشتر لذت ببرید. اگه از حرفم اذیتی یا حرفم اذیتتون میکنه. یوهو حاجی عجبا. ول کن یه ساعت ما اندازه خودش کرده. عجب آدمیه. بالاخره حاجی این پایه اینجا چی میگه؟ من نمیفهمم. آخه تو مریخ مگه پا هست؟ دوستان اگه متوجه نشدید این پا رو میگم. این خیلی هم واضح و گونده. حالا شاید خودتون دیده باشید ولی به اونایی که ندیدن میگم. خب صبر کنید. وای جمع زدم. بنازم کلک وشی. ولی من میخوام عکس بگیرم. نمیشه عکس گرفت. توی خدا بیا عکس بگیرم. حاجی درخت بنازم. من هاند داشتم میفتم. من هاند میدونم من هاند چی میگم. چرت میگم. ایو بنازم. همین مرحله رو 600 بار رفته بودیم. الان منتها فقط عدداش تغییر کرده. دوستان 80 دومین مرحله 82مین مرحله 80 ولی من حالا گفتم 80 زبونم نچرخید اینو گفتم. تو پت زیاد میگم برای سرگرم کردنتون. آخه ساکت موندن خیلی خوبم نیست. یه جایی آدم باید حرف بزنه. دوستان چت میگم صدا کم کنید. یعنی خاموش کنید خودم در واقع. صبر کنید. خب دوستان مرحله 86 توی این پارت تا به الان فعلا رفته بودیم. الان رفتیم 388. بعدی خب در فکر یه چیزی بودم. این دفعه نبودم. خب اوجی سخت خدا وکیلی از اون ارتفاع بشینی. 390 داره تمام میشه. دوستان اگه تا اینجای ویدیو اومدید و هنوز لایک و
کامنت نذاشتید، اینا رو انجام ندادید، بهتون پیشنهاد میکنم که انجام بدید، چون هم ویدیوهای متفاوتی میذارم، هم خلاصه آموزنده و سرگرمی داره، هم کامنت هم بذارید خوبه، چون کامنت ندارم خیلی. سیصد و نود و شیش، 397، 398. یا خدا، 399 و دوستان، تا قبل از اینکه رو 400 بشینم حتما کارهایی که گفتم رو انجام بدید، البته اگه خواستید. خب دیگه بریم آخرین مرحله این پارت و 400 بنازم. خب دوستان، رسیدیم به آخر ویدیو. امیدوارم دلتون همیشه شاد و پر انرژی باشه و خلاصه تا پارت بعدی این بازی، اسمش مارس بود. خب تا پارت بعدی این بازیه، فعلا خدا نگهدار.